خیریت بخیر. شکر زنده باشی. خیریت بیام خونه؟ بله آبی آمدم خونه آمدم. خب نیام که عمه با کجایم؟ به جای رفتم. اشته مادام وقت بودم والا با چی باشم؟ هیچی دیگه به جای رفتم. یک دیگه هم که سنجی تک دیگه همین خوش نداره که بیایی. بریم اینجا گاهی که خونه از بریم داخل سرا. ها؟ بریم داخل سرا بریم. خب بیایی به شما بگم بیایی. بریم داخل سرا. به خونه که کسی نیه دیگه. یعنی سنجی تک همین عمه ما شاید اختلاط نکردیم. گفت اگه همین روزات خور من خوش ندارم. بابا زور دادم من خوش ندارم دیگه بیای بخونه. یعنی عمه تو همین کلمه حرف برای تو زده. ولی همین اختلاط میگه چی گپه که 3 شب بعد 2 شب بعد هر شب 2 شب بعد میای اینجا بخونه چی گپه؟ نه دیگه خوش ندارم بیای. بپختم میگه وزی. من خودی کلی پخ همین اختلاط نکردم. یعنی من کلمه پخه. خب ازی جوانی بیتا. این کلی پخ هر 2 شب. روز اول ندیدی بود. روز اول ندیدی بود. من بزرگ استونی بودم بود. خب زور دادم دیگه خوش ندارم میگه بیا راست میگه. چی گپ کرد 2 شب 3 شب بعد می حالا کم نیه بسرا بجای رفتم. اگه بیا حساب خراب بابا. سگو برای عمه خود سلام میگی بعد سلام میگی بگو تو بزو عبدجی من بزی عبدجی همین دونه. این هم دفعه آخر بریه دیگه هم یادگیری دیگه. خدا که من بزرگ پاک کار ندارم. من رفتم خداحافظ. خداحافظ. نمایه. راست میگه امی من راست میگه چی گپه 2 شب 3 شب بعدم ها میای هر شب میخونه چی گپه خونه ما دل نمای میگی کله پخ تو خوش نداره دیگه نه یا دیگه خود دلم شیرین نکن برو خوش دین لونه که بیاوردی حالا این خودی گلک میذاره با بدن که انرژی بگیری باه ایشته این دنیا آورده خوش میشه باه گلک کجا شد؟ سعی کن تو بیت و خود گم بکنه برای خونه کردی برفتی با من آشینا بودی تو برفتی بیا گلک بیا بیا اینجا بشین کجا بودی؟ اینجا بشین تو خدا کجا بودی؟ گفت نازی گلک آدم تو اختلاط نکنه صبر کنه بمردی صبر کنه اختلاط کنه چه اختلاطی؟ یاری چند نوع مشین تو نخوردی؟ 7 ماه درست یاری گلک 2 ماه تو سنجتک آمده بود تو به خدا؟ کی؟ همین یک 10 دقیقه بشه 10 دقیقه؟ آه من ندیدم این تکوچه ندیدی؟ مثل که این طرف بعضی برآمده این طرفته بیا دیگه ماز به خونه گفتم به خونه که کسی نیه بگذار دیگه که اختلاط کنم گفتم به خونه خو کسی نیه دیگه همه گپا برای اختلاط کنم خلاصی به تو بگم میگفتی چرا کو خلاصی به تو بگم گفتم همین دیگه یک سنه خوش نداره که بیایی اکل پخ گفتی گفتم چی گپ کرد می کلا همین میگه کی کلا پخ میاد اینجا چی گپ من خوش ندارم این بزرگ ما دادم دیشب دادگاه ما به گریه شد میفهمی این دلار هم دست ها گرفته دیش چی گفت گفت اگه دلار ببرک دیگه من نمیام گفت اگه ببرک کله گندی تو به گورشه قیافیون سعی کو تو میای به دادیم از همه جا این دونه میاره همین سیری به قیمت نه میبینی دادگاه نوشته این دلار بالاخره آمد اون رخصت کردم برای خوب کاری کردی دادیم میگه بیا آماده انا زیب خود اگه چیزه کمرسه ما با توی آقا شوا میکنه اگه با عمر تاریخ افغانستان دیدی که میتونه آقا شکستی با کرد بیدم گلک نخوته دیگه انده بخو نخوته نکن بگی مشکنه یا داده میگه با خدا میگه آدم میه میبینه دشمن سرخور میبینه بخو گلک نمایان میگه بزن به بدن که قوی شی گفتم تندون هم بزن خود گلک به بدن که انرژی بگیریم کاش میگفتی نمازگر یک اندونه دیگه هم بیا شاید دل ماستا باشه که تو ببینه برای غر شد بعد بخو دیگه ما بدانه چی نده خوبه بدانه نگه که اندونه اولا خوب چطور دیدی ندیدی؟ چطور دیدی نده
ناقی نشو بگی برو ناقی نشو بیچاره میده پس دست خیلی رای کرده اون برای کافو ده مو سر از این نمیبینم خدا بیامرزه خوشی خدا بیامرزه خوب نگیلا راست میگه دیگه همین راست میگه سلام علیکم. سلام علیکم. شکر. یه راستی خوب هستی؟ خوبه. یه راستی شکر زنده باشی. بگون کوکو خسرو بله. یک سوال از شما بکنم. خب بگو. ابو جان بله. امروز برفتم دم سرم اینجا دیگه بیسابم اون چیز ما بگیری جواب داد. گفت دیگه اصلا تو عمه تو نمایه. گفتم دلیلی چیه که دلیلی برای من بگین گفت تو نمایه دیگه من امیت پدر شدم دیگه یعنی خدایی دیگه هر چی بگی دیگه به سر من بگی چیز بیامده یعنی برو چی بگم سنجتا دوماد من هستی اولاد من هستی من نمیگم که چه کار کنم من نمیفهم کانال به من جایزی خیلی پیاده بمونم که من چه کار کنم هر روز که می دختر به نام تو کدوم تو هم شب هم گریه میکنن روز هم گریه میکنن اگه امای وجود زدن خالای وجود زدن اگه هر کار کردم انا هردی پاک و یک کش کرده که من این آدم نم من چه کار کنم انا من چی خاک سیاه سخت کنم کوکو جان از این روز اول که دختر شما بدید شما هم بدیدی خانم شما هم بدید ما آدم که میت چیزی که هستم امیرقم چیزی عملی نیم دوز نیم عمرزن نیم بیجانشین نیم کارگر هستم روز تا باشم میرم کار میکنم دیگه من چی کم بیتی دارم من یک انکا یک چیزی میگو تو بد تو نه چی بد نمیه هیچی اصلا تو بهم سر وزن خود نمیرسی به مو خود نمیرسی به کار روزگار خود نمیرسی یک وقت همین میوایی که تو میاری پینجی په ارزش نداره پیار خوب گردم مردم همین رقم نونزاد داری تیر میکنه کاکا هم من میگم تو بگو کاکا جان از روز اول بدیدی چیشا خواه کدی بدی خشی کدی یعنی میت گدایی که بود همی گدایم می از این بیشتر انکه 100 سال دگان که اولی عمر مال شما تیشه دیگه می گدایم حالا شما چی میگی حالا من چی بگم گفتم اول به تو گفتم که میگم من خوردر میدم اگه من بچه بدی من چیکار کنم گپ اول آخر شما چی هستی کاکا جان اصلا میگه می آدم بد نمیای چرا من چه کار بکردم که بعدی بیای من نمیفهمم همین چیزی که به توان میبود میگه خوردر میدم که من بچه دادی کاکا جان مقصر خود شما مادر یونه همین هر روز اول نمیدادیم وقتی که بدادیم حالا باید مثل که کس ماسی پیش میکنه میگه نه تو یک دیگه برو بستو یعنی چی حالا من چیکار کنم من کاکا یله دنی نیم که یله کنم که ما برو اینجا چیز باشه بدم سرا میایم اینجا یک بچی به در میشه خور میزنه خود اینو به در میشه خور میزنه یک دیگه به در میشه ایت میگه یعنی چیه برادر روز اول که بدیدی بودیم ما دیگه کوری بودون شعلی بودون دوستی بودون متعادی بودون هر چی که بودون که میگفتیم بریم نمیدن دختر خو بریم حالک بریم میگیم حالا گفتم من مشکلی ندارم خب اگر شما مشکل کاکا جان نداشته باشین دختر شما میگم مشکل نداشته باشه دختر مال مشکل داره میگه من خوردر میدم یا من در دادم اگر مادر پیا خوش نباشه کاکا جان من زبر شما میگم خب با خدا دخترش کار کردن نمیتونه ولی شما پا شما به دوی حتما شما خوش ندارین کاکا جان بفهمیدین تو دیگه تاولا نکن دیگه بس گمش تو دیگه خیلی سردل داری من چی که تو بگم این چی دیگه برو کاکا برای کار کن برو عجب با خدا دختر هر روز اول میارم میدم برای آدم میدن فاطمه میکنم والا میگه تو اصلا چیز قطقواری نداری قطقواری ما چکار شده جوانی گندی دارم ندارم
همه چیز خوبه دیگه، همه چیزی که ندارم من میفهم که پول ندارم دیگه، با جمعه بیتر درک زدین دیگه دل شما دیگه. برو خدای هست دیگه، هر کس ظلم میکنه به ظلم گرفتار شه. یکی میگه اصلا من نمامین مادر ما اگه پیار ما مر بداده کو بداده خیر بینم خونی اف پیار و مادر ما آباد اما آخر تحت نور میگه جامعه امی تو میگه سنجی تک. چرا شما مردم اول فکر را خور نمیکردین؟ کدوم مردم؟ شما اول چرا فکر را خور نمیکردین؟ همین سنجی تک و اول همه میتاد همه بود. روز اول دادیم گریه که خب پیار روز اول دادیم گریه که اگه تگیب این اموزیان گرفتم. خب انا ایتا با میایه به در سرا خود میوه میایه به در سرا میایه با به سرا را نمیده. عباس این بچه نادونه چه کاره که با برار من را در سرا میگردونه؟ کی چه کاره؟ همین عباس. و عباس کو یعنی دادیم کامینه دیگه. لا من میفهم که داده تو همینه یعنی میگم یک چه کاره؟ مثل که داده من گفته به عباس گفته داده گفته عباس گفته او گفته بو این پوست پیاز یا سر پیاز؟ پیاز نداریم ما. من خودی کی گپ میزنم میگم آخر ما چه کار میشه؟ چیز چه کار میشه؟ همین آخر همین برار ما چه کار میشه؟ داده میگه بعد بمی از نوزباد من اصلا میگو نوزباد منیه دیون سادی بیاقل و من خودم گپ میزنی نه بالا به بل به پیناک میزنی من که نوزباد برار تو نیوم برو خود حدی که خود من گپ میزنی اصلا من خونه شما کی شیاره که من بیان خودی همه گپ زنم از همه کردم من میفهم تو از همه کرده بیشتر شیاری او تو ما اصلا بیاقل مانه که خودی از این بیاقلا ما خیشی کردیم کله پخ تو سه که پرشبیش پایی با برار من سر کله نداره قیافه نداره تو پیار تو برارا تو خیلی سر کله و قیافه داره سر تو مال با 10 تا برس صاف نمیشه نه تو بزی گفتم می کجیت کنی گستاندار جمع کنه از تو بیایی اونا گوشنه کم کار واسه هم رخته گم گستان دارم مگرم ما جمع کنم علف بیارم با گو گستان بیایی اون بخور بخور ایوان باش که با گستان کجی بیا بده بیا یا بخور ایوان دیگه تو دل تو به می ایوانا نمیسوزه میسوزه لالا میسوزه چه کاره چی گفتی؟ به مینا نمیتونی روز یک مشت علف پیش می ایوانا بیاری بندازی من میتونم برم تا قاچه و دارم برم علف داره میتونی تو قاچه برداری علف داره کنی نمیتونی گوشنگی دست ماس بخوره که گوشنگی دست تو ماس بخوره از گوشنگی ایوانا ما بمونه زد یک رو میبرتانی شما خود که ما میریم از این بر بیبر گوسپندار من جمع کنم دفعه مفت نازی از این بر بیبر میره من نمیتونم تو برن لغی میونی از این بر بیبر میرو از صبح ایوانا گوشنگ بوده حال دستی برفتم کمی علف برای نابا کندم میآوردم بده برو یک ساعتی برده بیا کمی آب برای نابا که توشنگی با نشلم بده خوبه هم تو تیار کرده هم را خوب خوردی ما تعالم میگه بابا من میگم میتونم که اوگاج بردارم علف داره کنم من خورده که تیاری علف داره ویده نمیتونی